It's talking me up, losing my attention, scatter on the dust. قطع میکنی که شروع کنیم. چشم عزیزم. خب بگو ببینم چه خبر؟ چه خبر از تو؟ من که خسته و نابود از این روز پرکار. ببین اصلا روزای عجیبی شده این چند وقت، این تقریبا میشه گفت 10 روز یه خورده درگیر کار و خیلی ولی حال میده جدا. یعنی فکر نمی‌کردم اینقدر حال بده. ببین مثلا با اینکه خستم واقعا، یعنی خود ترم پیشم کلی داستان داشتیم و گرفتاری‌های متنوع و کلا صحبت با اساتیدم بعدش خیلی درگیر داشتیم، ولی نکته باحالش اینجاست واقعا صبح با انرژی پا میشم، مثلا میام که ایول بریم امروز کار جدید بکنیم، چیز جدید ببینیم، اصلا کارهای قبلیمون رو ادامه بدیم به انجام دادن. باحاله برای خودم، یعنی تو اوج خستگی انگاری که یه چیزی داره میکشونتم این همه رو دوباره تهران. منی که گفتم من دیگه تهران نمیام، بیام یه روز میام یه ست میکنیم کارا رو تموم شد و رفت. این مسیر این رفت آمده هیچ وقت اذیتت نکرده خیلی؟ چون من خودم دیوونه میشم، یعنی حتی مثلا من دبیرستانم با اینکه مثلا 20 دقیقه با ماشین فاصله داشت با خونمون و وسطش هم خورد به کرونا و همه چی مجازی شد، ولی فکر می‌کنم شانس آوردم. اگه مثلا مجازی نمیشد خیلی احتمالاً اذیت میشدم. ببین فاصلش که خب چون اگه هر روز بخوای ادامه بدی که واقعا سخت هستش، یعنی اذیت کننده است. ولی اون اوایل که با مترو می اومدم سعی کردم این فاصله رو یه مقدار برای خودم به قول معروف قابل تحمل تر بکنم. حالا با پادکست، با کتابه و حتی خوابه، من واقعا شب نمیخوابیدم، تو مترو میخوابیدم. خیلی چوسی داشت با کتاب خستگیمو در میکنم. نه احمق دارم میگم قابل تحملش میکنم. ولی حالا مترو یه مقدار اسنپش اینا که گرون شد یا مثلا با ماشین میایم و اینا، بازم پادکسته هستش و حالا چون خودم هم رانندگی رو خیلی دوست دارم واسم جذاب راه، بجز این بخش جا پارک پیدا کردنه که دهنمون رو سرویس کرده. گفتی پادکست، یاد توییتی افتادم چند وقت پیش تو توییتر دیدم، خیلی باحال بود. نوشته بود که این پادکست گوش دادن تو مسیرم ویژه تهرانیات، چون تو شهرستان کلا مسیر 5 دقیقه است. یعنی تا شروع میشه اینترو طرف میگه اینجوری که رسیدیم بذاریم بریم. آره موافقم بود. مثلا مسیر تو که یه جوریه که مثلا میتونی سریال بذاری ببینی، انقدر طولانی. آره لامصبی سر وقت ترافیک هم میشه مثلا 1 ساعت و 2 ساعت لامصب ترافیک چیکار کنم دیگه. من قبلش یه چیزی بگم بعد حالا تاپیکا رو یکی یکی بگیم. فکر کنم چندمین بار داریم رکورد میکنیم. ببین 3 یا 4مین اپیزوده که نه 3میه و همه هم سر مثلا کوالیتی صدا مشکل، یعنی به مشکل برخوردیم. یکی گفتیم که ولش کن دیگه، مثلا هرچی باد گوشیت داره زنگ میخوره یا کلاس داشتم و آلارم کلاس مثلا این تایم نیست، ساعت 4:30 بوده، نمیدونم چرا عوض شده الان. خواسته بگی بدبخت 4:30 رو یادت رفت. جدا بس عجیبه. خب چی داشتیم میگفتیم؟ قطع کرد رشته کلامو پاره کرد. ولش کن بریم سراغ تاپیکا، یادم نمیاد. با یک شروع سوبر. خب تاپیک من یه سوالی چند وقت پیش ذهنمو درگیر کرده بود، گفتم که تو هم بپرسم، بکنم نپرسیدم تا الان ازت. بپرس عزیزم. اگه آدمو دیگه ازت تعریف نکنن چی میشه به نظرت؟ چه حسی تو ایجاد میشه؟ دیگه ازم تعریف نکنن؟ آره مثلا چه میدونم، مثلا بسکتبالت خوبه دیگه اینو کسی منشن نکنه که بسکتبالت ها خوبه. نمیدونم، فکر نکنم خیلی تاثیر خاصی روم بذاره. یعنی آلردی کلا چیز نیستم که به قول معروف این ذهنیت رو ندارم یه کاری انجام بدم حتما یکی بیاد ازم تعریف بکنه، حالا چه خوب باشم تو کار چه بد باشم. ولی شاید یه مقدار به قول معروف اون نیرو محرکمو کم بکنه. یعنی تعریف همیشه معمولا تو رو پرت میکنه به جلو، یه مقدار اشتیاقت تو کار بیشتر میکنه. وقتی تعریف نباشه شاید باید حالا تو موقعیت قرار بگیرم و احتمالاً هم موضوع با موضوع فرق داشته باشه، تو بسکتبالی چی باشه تو کاری چی باشه. مثلا دارم امروز همین سر کار اون داستان باته که گرفت، یعنی باته با اینکه حالا مقدار ساده بوده اینا بردیم پیش اون منتور چیز بکنه فیدبک بگیریم ازش، تعریف کرد
اینجوری بودم که ایول بشین بیشتر روش کار بکنیم. حالا باید ببینم اگه تعریف نمی‌کرد چی میشد. احتمالاً یه مقدار داون میشدم. ولی مثلا من خودم اینو تجربه کردم امروز. منتور اول که گفت خیلی خوبه و خیلی استقبال کرد، یه مثلا انرژی عجیبی اون ایجاد شد. دومیه که خیلی نرمال برخورد که خب استارت زدم دیگه. بعد اینجوری بودیم که خب باشه چیکار کنم الان برات. دومی یه خورده دوباره انرژیمو آورد پایین. هم تو همینجوری شدی یا نه؟ خیلی حسی میگم تو ایجاد نکرد، ولی این داستانه شاید بیشتر بستگی به انتظارت باشه. یعنی انتظارت ربط داشت. چی دارم میگم؟ معلومه عشان خسته ای. بیشتر ربط داشته باشه به انتظارت از، یعنی پیش‌فرض ذهنیت اینه که یه کاری انجام دادی، دوست داری که یه تعریف مثبتی در راستای اون کارو بشنوی. وقتی نمیشنوی مثلا داون میشی. ولی اگه مثلا این انتظار رو نداشته باشی، این پس زمینه ذهنی رو نداشته باشی، به نظرم خیلی چیزی تو ایجاد نمیکنه. تو دوست داشتی تعریف مثبت بشنوی از چیز بگیم مدرم نه ولی من کلا تعریفه اینجوریه که بر من حداقل یه اعتماد به نفسی بهم میده. یعنی وقتی که مثلا یکی میگه حتی چیز به درد نخوره، اصلا چی میگن خیلی مثلا یونیک باشه و فلان و اینا، اصلا مهم نیست، ولی به محض اینکه یه تعریفی میشه، یه کسی میگه مثلا چقدر این کارو باحال انجام میدی، چقدر خوب بود و اینا، توی بقیه چیزا هم یه اعتماد به نفسی آدم میگیره. یعنی بر من اون بعد اعتماد به نفس خیلی همیشه بولدتر بوده و دلیل اینم که دوست دارم میگم همون بحث اعتماد به نفس است. بعد این یه سوال، این بحث اعتماد به نفست چیز دوره‌ای دوچاره مثلا کم بوده اعتماد به نفس نمیشی، یا اینکه نه یه لولی از کم بوده اعتماد به نفس همیشه داری، منتظر اینی که یکی یه قلقلکت بده، یکم تحریکت بکنه؟ ببین چیز دیگه، اون داستان رقص بین پشن و دیسیپلینه تقریبا. یعنی رقص بین اون پامپ اعتماد به نفس است و اون که یهو داون میشی، هیچ خبری از هیچی نیست، از خودت بدت میاد، همه چی بده و فلان و اینا. رقص این وسطه، هی میگم دقیقاً اون پامپ شدنه به خاطر این قضیه اتفاق میفته. اینو گفتی یاد چیز افتادم، این رقص بین پشن و چی گفتی یادم رفت؟ دیسیپلین. آفرین، پشن و دیسیپلین. چقدر در راست، یعنی به واسطه این بوت کمپه با این اصطلاحات و با این روندهای خودشناسی آشنا شدیم؟ مثلا همین داستان پشن، رقص بین پشن و دیسیپلین. یه جا دیگه هم رقص بین یه چیز و یه چیزی گفتم، خیلی همه خوششون اومد، واو فلان بود، چه لفظ باحالی اینا. خودت هم خیلی استقبال کردی. یادت چی بود؟ یادم الان آخه ذهنم خسته است. منو نبر تو گذشته، از حال سوال بپرس. آره ولی اینا باحال بود برای خودم. مثلا حالا تو دوره‌های قبلی اون بحث بیوریتم و اینا بود، جالب، آدم کمک میکنه این مقدار بیشتر خودش، یعنی به واسطه شناخت خودش با محیط اطرافش بهتر ارتباط برقرار بکنه. به نظرم یکی از پوینت‌های مثبت این چیزی که بالا مصاحبه کردن بامون و قبول شدیم، I'm proud of it. یعنی اینا هم داره، حالا جدا از اون که کار داره پیش میره، اون بعد خودشناسی رو من همیشه کلا دوست دارم توی کارام و اینا داشته باشمش، بهش بپردازم. یه خاطره عجیبی که الان گفتی راجع به این یادم اومد. اون روزی که چیز شده بود، جواب اومده بود، زنگ زدم بهت، یهو خیلی داداش من سر خاکم، قبرستونم افتادم. من یهو موندم الان چی بگم، خبر خوبه الان وسط قبرستون بهت بدم، چیکار کنم بذارم بعدا؟ آخه تو مثلا تو مونده بودی خبره رو ادامه بدی یا مثلا چی میگن شور و شوق تو کم و زیاد بکنی؟ خیلی مثلا با انرژی زنگ زدم که آره بابا فلان خبر داری. داش من قبرستونم بهت زنگ میزنم، خسته بار. آخه من خودم الان تو چیز بودم، توی یه وضعیتی بودم، تو قبرستون بودم و آدمای دور خب همه یه مقدار جدی خودشون گرفتن، مقدار ناراحتن و اینا. خب تو خودت میدونی الان مثلا با بروز بدی نه با بروز بدی، اینجوری بودم که قطع کن سری ایول فلان پشت تلفن. مرحوم خودش از چیز قبر پا میشد میومد یه دونه میزد زیر گوشم اینو ببرید بیرون. آره اینجوری خلاصه. و تو تاپیک تو گفتی؟ من گفتم، میخوای تو هم بگو یه دونه‌شو. تاپیک دو تا اسم من مثلا والا با این شروع کنیم به نظرم باحال باشه. این کانال دیلی، نمیدونم حالا دنبال میکنی یا نه، کلا کانسپتشون اینجوریه که حالت سلف ژورنال هم فکر کنم میگم بهشون، دیلی یا سلف ژورنال. اینجوریه که مردم یه حالا کانال تلگرامی میزنن،
و داخلش حالا بسته به شخص متفاوته دیگه. یکی از تمام زندگیش لحظه به لحظه مثل توییتر شروع میکنه الان دستشویی هم، الان دارم نهار میخورم، نهار خوشمزه است، این تیکش بدمزه بود، همینجوری دوباره ادامه میده. حالا یه دسته اونجوری هن و یه سری هم اینجوری هن که فیلم های مورد علاقه شونه حالا یا پوسترهای قشنگشون اینا رو برمیدارن اونجا میذارن، در موردشون صحبت میکنن، حتی در مورد موضوعات مختلف صحبت میکنن و یا حالا غالبا احتمالا موزیک باشه، موزیک شیر میکنن داخلش. کانسپتش اینجوریه و اینکه حالا دوست داشتم در موردش حرف بزنیم سر این بود که به نظرم یهو خیلی ترند شد. یعنی خیلی‌ها شروع کردن یه کانال دیلی بزنن و حالا به طرق مختلف هر کی بسته به شرایط و حال و هوای خودش برداره داخلش روش فعالیت بکنه توش. و دوست داشتم برم نظرت چیه در موردشون، اصلا کلا میپذیری پذیرفتن که نه، اصلا نظر در مورد چنین چیزی چیه، چنین کانالی، و اینکه به نظرت نشأت گرفته از چه چیزیه که مردم دوست دارن در یه چنین بستری زندگی روزمرهشون رو شیر بکنن و حالا یا چیزهای مورد علاقه شون رو. ببین من حالا نظر خودم میگم، من خودم خیلی راحت نیستم با این کانسپت و فکر نمی کنم خودم مثلا یه روزی چنل دیلی یا هر چیزی شبیه اینو داشته باشم. دیگه نهایتا مثلا خودم رو توی توییتر مثلا بروز میدم، یعنی اون دیگه تهش. ولی مثلا حالا تجربه‌ای که داشتم تو چند تا کانال دیلی دوستام اینجوری بوده که یا تو رو درواسی گیر کردم رفتم یا طرف موزیکای خوبی میذاشته. یعنی اگه موزیکای خوبی نمیذاشتی و چنل دیلی داشتی و منم توش بودم بدون که به خاطر رو درواسی بوده. خب ولی نه، جدا از شوخی میگم اکثرا به خاطر بر خود من به خاطر اون رو درواسی است، مگه اینکه واقعا موزیکای خوبی پیدا بکنم که ببینم مثلا سر اون موزیک به تنش میارزه. دیگه چی پرسیدی؟ پرسیدم که به نظرت حالا نحوه استفاده تو که گفتی مثلا عضو میشی اصلا یا نه، میخواستم بدونم که به نظرت اصلا چی میشه یه آدم میره سراغ این که یه کانال دیلی اصلا بزنه. ببین جواب یک کلمه‌ایشو بخوام بگم احتمالاً مثلا میل به مورد توجه واقع شدن. یک کلمه هم نبود. یه جمله بود. جدا به خاطر میل به مورد توجه چی گفتم؟ واقع شدن، واقع قرار گرفته شدن. نیاز به توجه. بیا کمکت کنم حرف بزن فارسی. نیاز به توجه. دقیقاً به خاطر همون. فکر می‌کنم به خاطر اینه. یعنی تو مثلا می‌خوای که چیزایی که داری رو مثلا با دوستات شیر بکنی که شاید هم دارم واقعا چرت و پرت میگم، نمیدونم، خسته گفتم آدم اینجا راجع چرت و پرت در طول روز زیاد میگه. اون چرت و پرتای لژندری در طول روزم اونا رو باید پادکست کرد. خود ما همونجایی که سطح طنز دیو به اوج میرسه. خب اینجا بخش ادز دیگه، برید ادزو ببینید بعد بیاد. امیدوارم اون ویدیوشو شیر بکنم یه روز، نمیدونم باید تصمیم بگیریم بعدا. یه کانال دیلی میزنم بوت میگیریم مثلا. اینو میخواستم بگم حالا راجع به موزیک و نمیدونم مثلا سلام من دستشویی اینو گفتی یادم اومد چند وقت پیش مثلا 2 هفته پیش یه چنل دیلی دیدم مال یکی از دوستای قدیمیم بود. مثلا رفتم توش و اینا دیدم که خیلی رندوم مثلا داره وایس میذاره از خودش، مثلا یهو وایس نصیحت گذاشته، خب بچه‌ها مثلا فلان. بی خیال. خیلی اون یعنی عجیب ترین کانتنتی بود که میشد به نظرم تو که یه چنل دیلی گذاشت و این دوستمو گذاشته بود. نظر خودت چی حالا؟ ببین چنل دیلی من اینجوری نیستم که حالا هر چنل دیلی برام آخشون برام جوین شم و فلان و اینا. بیشتر طرز استفادهم اینجوریه که آدما رو میشناسم دورا دور، خب، و دوست دارم و حالا به خاطر شرایط یا مثلا تایم نیستش با هم دیگه بریم بشیم صحبت بکنیم، یا مثلا اصلا شخصیت هم اینجوریه که دوست دارم اول یه اطلاعاتی نسبت به اون فرد پیدا بکنم بعد بیام مثلا باب صحبت رو بخوام باز بکنم باش. پس بیشتر استفادهم از کانال دیلی اینجوریه که بیام یه خط فکری از طرف بگیرم، بیام ببینم مثلا ذهنیتش در مورد به قول معروف موضوعات مختلف چجوری به موضوع نگاه میکنه و سلیقه موزیک، که عاشق موزیکم و
یه سری کانال دیلی هم هستن که مینویسن، این حالا دل نوشته دارن، نه چسناله ها دل نوشته، نمیدونم چه جوری بگم، مثلا دوست داره در مورد یه مسئله صحبت بکنه، اونو در قالب وایس نمیگه و میاد اون متن مینویسه و طرف هم مثلا به قول معروف قلمش قلم خوبیه، دلنشینه، خوشم میاد بخونم اینجور چیزا رو. همون بحث خط فکری گرفتن از آدم است و به واسطه مثلا این کانال دیلی هم دوست پیدا کردم. حالا درست دوستی ماندگار نبوده ولی باب ارتباطه هم برام ایجاد کرده. در کل بیشتر حس کنجکاوی رو برطرف میکنه دنبال کردن کانال دیلی و خودم هم اگه بخوام یه روزی کانال دیلی بزنم فکر کنم نهایتا در مورد این 4-5 تا علاقه خاصم بخوام بگم دیگه، موزیک، فیلم، کتاب، عطر، همین. یعنی خیلی اهل این نیستم که زندگی شخصی رو بخوام داخلش شیر بکنم. مثلا یه خورده چیزه مثلا بر روحیات کسی که یه خورده مثلا سلیقه کلاسیک توری داره، فکر نمی کنم خیلی ایده جالبی باشه این چنل دیلی داشتن، چون خیلی دیگه مدرنیته خیلی زیاده، یعنی دیگه خیلی خبر داشتن از همدیگه است. یعنی من خودم مثلا با مثلا صمیمی‌ترین رفیقام اینجوریه که مثلا در حد یه آپدیت خیلی کوچیک در طول روز مثلا زنگ میزنه خب کجایی فلانم، مثلا میای فلان جا، آره یا نه، خدافظ. از هم دیگه خبر داریم ولی دیگه آپدیت اونجوری نیستیم که لحظه به لحظه بدونم خب الان اینجاست داره این کارو میکنه فلان، الان دستشویی غذاش وای چرا بعد بود امروز فلان داشته. نه اینجوری نیستیم خیلی ما هم و فکر میکنم خیلی باحال‌تره. یعنی یه تایمی آدم واقعا میذاره و از همه چی و همه کس پرت میشه، کار خودش رو فوکس میکنه، اون کاری که میخواد اون لحظه انجام بده رو انجام میده و تموم، همین، بدون اون وابستگی و فلان. آره اونم هستم. یه چیزم فکر کنم من خودم جواب ندادم، اینکه برشم گفتم به نظرت از کجا میاد این احساس چیزه؟ جواب ندادی. نه نمیتونم بگم از بحث احساس نیاز به توجه میاد، ولی بیراه هم نگفتی به نظرم، چون خودم در موردش فکر نکردم که حالا چه نیازی رو میخواد برطرف بکنه، ولی تا حدی هم باید موافقم که آره به نظرم نیاز به توجه هست. چون مثلا من خودم اگه بخوام کانال دیلی بزنم موزیک میذارم، دوست دارم ملت در موردش نظر بدن، در حد لایک و چیزا، نه که کامنت بنویسن این بخش موزیک اصلا به باب دل من ننشست و فلان اینجوری است. نه آره فکر کنم نیاز به توجه دلیل خوبی باشه. حالا دوستان عزیز، شما شنونده‌های گرامی، اگه دلیل دیگه مد نظرتون تو کامنت ها برامون بنویسید. آره خیلی دیگه صبح شد. یه سوال بپرسم جان. فکر کنم تو این هفته یه بار ازت پرسیدم یادم نیست، من چون یه خورده یادم نیست. آره. چون یه خورده درگیر شدیم باش، برام جالب بود، میخوام بپرسم دوباره. اگه مثلا از یه کسی خوشت بیاد که طرف مقابل مثلا 7 سال 8 سال تو بزرگتره، خب چیکار میکنی؟ یه خورده حالت، یعنی چی میگم، وضعیت ریسکیه و مثلا 2 تا 4 تا که میکنی به نتایج جالبی میرسه آدم. از این موضوعات زرد چیز انتخاب کردی واسه سوال؟ نه زرد نیست، چون میگم این هفته درگیرش شدیم مثلا، بحثش بینمون افتاد. آره کوتاه هم بود ولی یه جور گفتم درگیر شدیم، میگم مثلا آره 3 روز نشستیم توی اتاق از این چراغای بازجویی، خب با نخ این عکس‌ها رو هم وصل کردیم. نه یه مثلا بحث کوچیکی بوده رفته. رفته استادی کردیم مثلا فلانی بود اون نظر در مورد خب الان اینو چیکار کنیم؟ مثلا 7 سال و 6 ماه و 3 روز از ما بزرگتر، شاید هم کوچیک‌تر. anyway ببین 7 سال کوچیک‌تر دیگه خیلی بده. تو الان تو این سن، آره تو این سن الان مثلا 30 سالش یاد میشه 7 سال کوچیک‌تر چشه مگه؟ زنش 7 سال کوچیک‌تر مثلا. خب بگو. ببین حالا سلیقه شخصی، من کلا دوست دارم پارتنرم حالا نه لزوما بزرگتر ولی خب علاوه ذهنی یا بالا، یعنی به اون بلوغ رسیده باشه. من ختم کلام میخوام بگم اون بلوغ رسیده باشه، یه سری مثلا سختی‌ها رو تو زندگیش گذرونده باشه و یه چارچوبی برای خودش داشته باشه و اون پخته رفتار بکنه. و حسم که نه، این یکی از فاکتورایی که به نظرم به اون پختگی و به این چیزایی که گفتم طرف رو میرسونه، حالا نه لزوما دختر پسرم همینطور، یک انسان رو به اون منطقه، به اون به اون استیج از زندگی و مایندست میرسونه سنه. چون هر چی سن بالاتر میره بالاخره تجربیات، یعنی خیلی چیزای بیشتری رو تجربه میکنی و در نهایت حالا اون چیزایی که گفتم شکل میگیره. یا باید سنه بره بالا که به اون نقطه برسی، یا باید انقدر زندگی مثلا
کثافت و چیزی داشته باشی که اینجوری که نه به هیچ انسانی اعتماد نکنه فلان. Trust no one. آره. سامان. shout out to سامان عضو تک تیم ما. برای همین کلن اون بلوغ رو تو هر شخصی میبینم برام جذابه و میلم به صحبت کردن با اون آدم خیلی زیاد میشه. میلم آره. خدا رو شکر که تصویر ندارید بچه ها، شما فقط صدامونو دارید. من کنار این روانی گذاشتم. از اون اپیزود قبلیه که گرفتیم پاک شد موقع ادیت، ببین داشتم یه سری جوکای عجیب از خودم میشیدم، اصلا عجیب، یعنی نمیخوام راجبش حرف بزنم. خیلی لجنجی بود اون اپیزود، حیف شد که نشد پابلیش بشه، ولی پوششو یادته انداختم خفه شده داشتم حرف میزدم یادم رفت کجا بودم. رشته کلماتو پاره پوره کردم. داشتی میگفتی بالغ باشه میل کلان. آفرین، گفتم اون بلوغ وقتی توی یه شخصی میبینم برام جذابه و خیلی برام مهم نیست که این بلوغ به واسطه سنه براش ایجاد شده، یعنی همون حالا 7 خیلی بالاست دیگه واقعا، یه 2-3 سال ازم بزرگتره، یا حالا به واسطه زندگی که داشته. من خیلی شخصا با این قضیه مشکل ندارم که پارتنرم 2-3 سال ازم بزرگتر باشه و استقبالم میکنم، ولی حس میکنم بعد اجتماعیش، یعنی از دید آدمای دیگه یه مقدار موضوع فرق بکنه و هر چه قدم بگی نه حرف مردم برای من مهم نیست و نمیدونم از گور باباشون هر چی میخوام بگن، واقعا اینجوری نیستش. من نظرم تاثیر خودشون میذاره دیگه. خیلی باید به قول معروف در و تخته به خوبی جور شده باشن که چیز حرف مردم هم تاثیر نذاره. برای همین میریم پس گزینه دوم همسن باشیم ولی زندگی سختی رو گذرونیم. زندگی سخت هم نمیشه گفت، به قول معروف زندگیش به جوری گذشته باشه براش، به قول معروف پیش اومده باشه که به اون بلوغ رسیده باشه. حالا بذار توی موقعیت میگم خودتو تصور کن، فرض کن که طرف همه جوره پرفکته، همه جوره، یعنی همه یه تیکای عالمو خورده، خب 10 از 10، ولی مثلا 8 سال از تو بزرگتره، یعنی الان مثلا 23 سالشه الان. خب چیکار میکنی؟ میری جلو؟ اصلا دوست داری بری جلو؟ نمیری جلو؟ چیکار میکنی؟ فکر نکنم برم جلو. چرا؟ آخه ببین باید با آدمه حرف بزنی و ببین اونم واقعا مثلا چیز هستش، یعنی موافق چنین اختلاف سنی و چیزی هست یا نه، ولی احتمال خیلی زیاد قطعا نمیرم جلو. مثلا اینجوری هم که قطعا نمیری جلو دیگه. گل دیگه گل. آخه یعنی واقعا هدف به عنوان پارتنر و شریک زندگیه یا مثلا دوست. آره دیگه. نه باش. اگه اونجوری باشه ترجیح هم به دوست بودنه تا چیز، تا اینکه پارتنر باشه. چراغ روشن کردی؟ یعنی آره واقعا ترجیح هم به دوست بودنه، یعنی اختلاف سنی اون قضیه رو دیگه نیستن دیگه، بس دیگه 2-3 سال منطقیه. ببین 10 از 10 ها عکاسی هم مثلا بلده. نه اوکیه، نظرم که تمام 10 حالا دوست کافی. 6 باشه چی مثلا؟ 6 باشه؟ 6 سال، نه اینکه 6 باشه. نه گفتم 2 یا 3 کافیه. 4 سال 2-3 بابا ولم کن دیگه، واقعا 4 منطقیه. 2-3 3 و نیم. الان احتمالاً یه حرفی میخوام بزنم، احتمالاً خیلی پرت بشیم از موضوع، ولی 2-3 سال 4-5 سال از من بزرگتر باشه، وارد یه بخشی از 10-70 ها میشه که واقعا علایق و سلایقش با ما خیلی متفاوته. دقت کرده باشی، قبول داری؟ بستگی داره. ببین گفتم 10 از 10 دیگه، یعنی همه چیش خیلی شبیه تو پرفکته، این مشکل رو نداری. تنها موردی که این وسط وجود داره بحث سن است. نه همون 2-3 سال به نظرم خط قرمز منه. کات فردا داداش بریم جلو. همون میگیری چی میگن؟ نه من بیشتر فکر میکنم مثلا 60% ممکنه که نرم 40 یا مثلا 70-30 مثلا، ولی برای من خیلی مسئله نیست. اون سری داشتم بهش فکر میکردم، دیدم که مثلا تو برای همچین اتفاقی یکی از بزرگترین چالنجات اینه که واقعا ممکنه طرف شوهر داشته باشه. بری جا دوست پسرم شوهر دارم. تو خیلی جدی داری فکر خب نه آخه مثلا کسی که 30 سالشه منطقی این حرف ازش بشنوی. نه تو خیلی داری جدی فکر میکنی، خیلی زرد کردی گفتم که موضوع رو زردش کردی.
نظرم که موضوع خوبی نبود. جمع کنین کثافت‌ها رو. آموزش روابط و خب شنوندگان گرامی شما هم نظرات خودتون رو از سلف هر دو ایمپروومنت دقیقه تبدیل یه بار. شد به مثلا پادکست آموزشی روابط زناشویی. بذار تا تو بری بگردی تاپیک پیدا کنی حرفی که زدی و ادامه بدیم. بحث تقابل سنت و مدرنیته. کی همچین حرفی زدم؟ یه چنین چیزی گفتیم وسط مثلا سنت و مدرنیته رو این لاماهات شنیدم از تو. لاماها اسم ماشینه مثلا. حالا دوست داری بگی بگو دیگه، چی بگم؟ ببین بیشتر درد و دل و صحبته تا چیز باشه بخوام نظر تو بپرسم. یک کتاب به داده بودم، کتاب سرقت به سبک هنرمند. کتاب 60 صفحه بود مثلا، فکر کنم 7 ماه 8 ماه طول کشید اونو بخونم، یعنی در حد مثلا روزی نیم صفحه. بعد چقدر در حد مثلا من خودم اونو یه روزه خوندم. کاغذ آ6 مثلا 7 اینقدر کوچیک. کتاب خوبیه. بعد اونو استادم بهم هدیه داده بود و چقدر من دوست داشتم همون استاد و همون کتابه رو. استادم تو رو دوست داشت، دوستمون داشت همچنان. عیدو هر سال بهمون تبریک میگه. چند شدی اون درس اون؟ 18 و نیم. خوبه دوست داشته. عجب. نمره 7 کلاس شد 18 و نیم. خیلی هم دوستم نداشته. یاد جوادی افتادم. اینجا میتونم فوش بدم بعدش سانسور کنی؟ نمیدونم، حالا یه پاز بده من اینو جواب بدم. باش. آره. خب بعد از یه بریک کوتاه چی داشتی میگفتی؟ کجا بودیم؟ من تلفن زنگ زدم. سنت و مدرنیته. داشتم در مورد استادمون میگفتم. کلا فرآیند گرفتن کتابه برام خیلی دوست داشتنی و لذت بخش بود. کتابه دیگه چیزی نگفتم. آخه به من پس توضیح بدم این وقت نظرات منفی شکل نگیره تو ذهن مخاطب. خیلی پس به ظاهرا چسبیده لذت بخشو. بابا این پروژه انتخابی تعریف کرد واسه پروژه هم تعریف کرد. یه دقیقه خفه شو بذار من حرف بزنم. پروژه انتخابی تعریف کرد واسه درسش که 2 حالت داشت. یا با اتوکد باید میشستی یا هواپیما رو تیریشو میکشیدی، یا باید مثلا با تکنیک فری هند باید یه مثلا طرحی رو میزدی، یه اسکچی رو میزدی. که من حالا اونقدر اون هواپیما برام جذاب نبود و حالا چون یه مقدار اسکچینا کار کرده بودم قبلا با اون فری هند اسکچ زدم. خیلی اسکچ ترتمیزی هم در اومد و این شروع کرد به هر کسی که این پروژه رو انتخابی انجام داده جای نمره کتاب هدیه داد بهشون. چه کاری آخه. اصلا قرار نبود نمره بده ها، گفته بود که یه چیز ویژه‌ای داره. اینجوری کتاب هدیه داد به همه بچه‌ها و کتابا هم دستچین. یعنی مثلا میگم با توجه به کاراکتری که شکل گرفته بود، یعنی اون ذهنیتی که نسبت به هر دانشجو شکل گرفته بود تو ذهنش، کتابا رو متناسب با اون ذهنیت بهشون هدیه میداد. و من یادمه مثلا من کتابا رو گرفتم، خب خیلی برام جذاب بود و اینا. بقیه بچه‌ها کتابا رو براشون بودن انداخته بودن مثلا زیر میز، اونم این آمبالانسی میزشون رو برطرف بکنه. آره لغ میزده میز انداخته بودن زیر میز. جدی این چه این چیزی که رفتم من انقدر حال کرده بودم با کتابای اونا رو هم گرفتم و گفته بودم که داش اگه بخوای ازت میخرم. اون نه به درد من نمیخوره تو ببر. مفتی خلاصه 4-5 کتاب دستم اومد. این داشتم میگفتم یارو یعنی کاراکتری که داخل کتاب داره توضیح میده از زندگیش، یه آدمی که همین تو حوزه استارتاپ و اینا مثلا کار کرده، شرکت داره، موسیقی مینوازه و یه چند تا کار اینجوری موازی با هم پیش میبره. میزش 2 بخشه، یه بخش سنتی یه بخش مدرن و زندگیشو اینجوری کرده، اینجوری که بخش سنتی و مدرن زندگیش با هم هیچ اوورلپی نداشته باشن و برای خودش اینو تعیین، یعنی اینجوری بگم میزش اینجوریه که نصف مثلا دوم میزش همه وسایل الکترونیک و کامپیوتر و مثلا مکبوکش و اینجور داستاناشه و نصف دیگهش فقط چیزای به قول معروف کلاسیک و سنتی، مداد و دفتر و اینجور چیزا و هیچ چیزی از بخش دیجیتال وارد مثلا بخش اینجوری آنالوگ نمیشه و میگه که ایده پردازی من تو بخش سنتی و اون آنالوگم انجام میشه و بعدا مثلا کارهای چیزم تو بخش دیجیتالم. بعد این داشتم نگاه میکردم اینجوری بود که منم این سنت و مدرنیته رو خیلی نمیتونم با هم ترکیب بکنم و تو موضوعات مختلف مثل ماشین، مثلا دوربین و اینجور چیزا، اون بخشی از چیزو، اون بخشی از بره زمانی اینا رو دوست دارم که تیکای سنتی سر جای خودشونه، تیکای مدرن هم سر جای خودشونه. این ماشینایی که این مانیتور تسلایی‌ها برمی‌دارن میندازن رو پراده و اینا،
اصلا خوشم نمیاد. دوست دارم مثلا اوکی ایر کاندیشنرش یه بخش دیجیتال داره، کافیه باقی چیزا دکمه ها باید سر جاش باشه در اون حد. و نمیدونم برای تو بیشتر به سمت مدرن تو چیز داری، گرایش مدرن چی داری میگی عالی نجات؟ ببین حرفی که زدی خیلی درسته. من معتقدم که اکثر اون داستان شکل گرفتن ایده و کلا خلاقیته توی فاز کلاسیک زندگی هر آدمی اتفاق میفته. یعنی کوچکترین مثلا مثال و مقایسهش اینه که حالا برای خود من حداقل جاهایی که میرم معماری کلاسیکی داره خیلی آدم خلاق‌ترین تا مثلا یه جایی که خیلی مدرنه، خیلی شیکه، همه چی لمسیه و فلانه و اینا. و این بحث اصلا کلاسیک بودنه و مثلا یه خورده‌ای دور از این بحث تکنولوژی بودنه مثلا حتی حال روحیت هم میتونه خوب بکنی. یعنی مثلا تو وقتی که خیلی با مدرنیته سر و کله میزنی انگاری که میافتی تو دامش، یعنی انگاری که بی نهایت قلاب و بی نهایت مثلا طرف کلی فکر کرده چیکار بکنیم، این آدم تو این پلتفرم بمونه، این آدم این کار بکنه، انگاری که همه میخوان تو رو کنترل بکنن و این باعث میشه که تو احساس بکنی گیری کردی یه جا. خب و برای فرار از این باید بری یه کاری انجام بدی. ولی داستان کلاسیک اینجوری نیست. داستان کلاسیک نمیخواد تو رو در خدمت بگیره، میخواد یک چیزی رو در خدمت تو قرار بده. مثلا مثال ماشین که گفتی همینه. ماشین قدیمی صرفاً یک وسیله‌ای بود که در اختیار تو قرار میگرفت به واسطه اینکه مثلا باش کار حمل و نقل تو انجام بدی، همین. ولی خب انقدر مثلا بحث همش پولیه دیگه، یعنی بحث مارکتینگ تو دنیاست، اینکه انقدر شرکت زیاد شدن، انقدر اتفاقات افتاده، این برای اینکه سهم بازار اونو بگیره فلان بکنه مجبوری کاری بکنی که تو رو درگیر خودش بکنه، درگیر اون وسیله یا اون خدمات خودش بکنه. اینی هم که گفتی تو زندگی من مثلا بحث مدرنیته به صورت حال شخصی بیشتر بعد خیلی مثلا بزرگتری داره، اینجوری نیست. شاید اینجوری به نظر بیاد به واسطه اینکه خب یه خورده مثلا بیشتر اهل مثلا تکنولوژی و دیولپر و برنامه‌نویسی و فلان و اینا بودم. حتی به چیزمونم بسته، یعنی اون راهی چیزمون بسته اون راهی هم که انتخاب کردیم هم توش موثره ها. مثلا داریم تو حوزه مثلا فناوری و تکنولوژی داریم به قول معروف دقیقاً. بعد مثلا یکی از مثلا جلوترین چون لبه مثلا تکنولوژی تو دنیا داری رو حتی رشته خودت، یعنی رشته‌ای که داری میخونم همینه. و خب اینا تاثیر میذاره رو آدم. یعنی اگه احساس میکنی که یه مقداری خلاقیت کم شده، من خودم مثلا این احساسو میکنم، واقعا به خاطر همیناست، به خاطر این نوع کار کردن و این سر و کله زدن با این وسایل. اگه مثلا بازیگر تئاتر بودیم جفتمون شاید اینجوری نبود. خیلی آدم خلاق‌تری تو زندگی شخصیمون بودیم حتی. فکر میکنم دلیلش این باشه. حالا خوب گفتی به نظرم. این واقعا هر چیز برای من چیز دیجیتال اصلا حواس پرتی ایجاد میکنه. دقتم که روشیم حالم از ساعت مثلا اپل واچ و اینجور چیزا به هم میخوره. هرچی آنالوگ این عقربه ها ساده تر و فلان. ولی چیز دیگه یه لیمیتی داره. یعنی اگه یه جایگزینه مثلا کلاسیک خوب هست برای یه وسیله‌ای و تو در برهه‌ای هستی که اون خلاقیت بیشتر به دردت میخوره و میخوای یعنی راحتی با اینکه کارا رو یه خورده سخت‌تر انجام بدی، به نظرم کلاسیک بهترین آپشنه. ولی اگه مثلا توی یه استیجی هستی سرعت برات خیلی مهمه یا مثلا جایگزینی برای اون وسیله نیست در چی میگن دسته کلاسیک، خب بعد بری سمت چیزای مدرن دیگه. یعنی مثلا لپتاپ خب آپشنی براش نیست، تو مجبوری که بری تو هم بهترین لپتاپ هم بگیری. ولی مثلا برای ساعت وقتی که تو آپشن مثلا آنالوگو داری یا حتی برای دوربین و کوالیتی خوبی داره، فرآیند خیلی لذت بخشی داره، ترجیح من اینه که از همون کاتگوری کلاسیک آره. خیلی جالب بودیم. دوباره صبح شد ولی قربونت برم. سلطان صبح کردن چیکار کنم پیرمردم دیگه. پیرمرد سامان خانه سالمندم. منو سامان تو آخر میذاری خانه سالمندم. از سلیقه موزیکمون گرفته تا حال هوامون. نه موزیک کدوم پیرمردی آخه بلک متال مثلا گوش میده؟ بابا من غالب آهنگایی که گوش میکنم همش سافت متال و چیزه. یعنی جدی دارم من سر مثلا کاتگوری متال بحث تو الان پاشی بری بیرون از ماشین من یه ابی میذارم زار باش گریه میکنم و داد میزنم میخونم. ابی میذاری یا مثلا مرساد بامبلو میذاری؟ اون وقتی تو هستی میذاری که حالت خوب شه. فکرتم چی بگم بهت ان شاءالله که همینه. آها گفتی راجع بحث موزیک و اینا شد، یه چیزی یادم افتاد خیلی جالب بود. من به یه نتیجه رسیدم اینکه فرق میکنه که چه کسی یک چیزو به تو
پیشنهاد بده. یعنی اگه مثلا من پیشنهاد بدم ریاکشن تو یه چیزه، Not gonna lie, I'm interested. اگه مثلا چه میدونم یه آدم مثلا 50 ساله بده یه چیزه، اگه مثلا کسرا بگه یه چیز دیگه است. خب یعنی فرق میکنه که کی داره به چه حرفیو میزنه، چه پیشنهادی میده. مثال میزنم، مثلا یه موزیکو اگه من بهت معرفی بکنم ممکنه که ریاکشن خوبی داشته باشی، همونو اگه مثلا کی بگم آخه آقا بابک مثلا نداریم همچین کسی، اگه آقا بابک بهت معرفی کنه بگی نه چیز مثلا دریوری و بدی. خب میدونی که کیو دارم. آره. داستان چیه؟ مثلا خودت تو فکر کنم خیلی اینجوری، یعنی واقعا برات فرق میکنه که کی چی بگه. آخه من خیلی وای از یه کلمه میخوام استفاده کنم که امروز 100 بار شنیدیمش. بایاس. خدا کابوس شبام شده. یعنی بچه کلمه یه آدم عضله‌ایه مثلا باشگاه رو شبا میفته تو خواب دنبالم میخواد بایاسم کنه، یعنی ته کابوسامه. چقدر صدا دیستورت شد ولی بگو. نداره. این یه بارم از من بشنو قول میدم دیگه. فضا رو عرفانی کردی، چراغو خاموش کردی. خیلی چشم بود. ولی آره به نظرم من بایاسم رو اون شخصی که داره اون موزیکو بهم پیشنهاد میده، و چون مثلا سلیقه موزیک آدما خب میگم چون برام مهمه پیگیر میشم سریع به دست میارم سلیقه‌شون چی به چیه. وقتی مثلا تو برمیگردی میگی این آهنگو گوش کن، واقعا یه دور کامل گوشش میکنم و حتی شده نظرم من بهت میگم و حتی بگم بعدها، ولی میگم نظرمو. ولی مثلا همون آقا بابکی که گفتی برگرده بگه فلان چیزو گوش کن، یا مثلا بگه فلان چیزو گوش کردی، چون میدونم اگه بگم نه الان برام پلی میکنه میگم آره گوش کردم باحال همین. به خاطر این ریاکشن یعنی میگی، یعنی اگه پلی نکنه مثلا کامنت واقعی تو میگی چی؟ ببین گفتی که چون مثلا آقا بابکی میگه خب بذار برات پلی کنم بشنوی. نه به خاطر این نیست، چون میدونم کلا سلیقه موزیکش خیلی باب میل من نیست و من خودم اون موزیک رو شاید مثلا برای وایب کردن و اینا گوش بکنم اون تایپ موزیکو، ترجیحم اینه که بی خیال دیگه حالا تو به ما چیزی پیشنهاد نده. من قبلا خیلی اینجوری بودم، یعنی برام واقعا فرق میکرد که چی و کی بگه یا کی چی بگه. خب جفتش درسته. آره همین دقیقه گیر کردم. برام واقعا فرق میکرد که مثلا اگه اینو مثلا فلان رفیقم میگفت گوش نکرده میگفتم خفنه، فلانی میگفت گوش نکرده میگفتم خفن نیست. چرا یه کلاپس کردم ان شاءالله که درست داره. خب شنوندگان گرامی شما بگید چرا بیاید تو کامنت. نه ولی خیلی دیگه داره دلغکیمون میزنه مال خستگی. آره قطعا. چی داشتم میگفتم؟ پرش فکری هم فایراجی مخامونو تو رو خورا. فلان موزیک خوب نیست، بد نیست، هست. همین. میدونید چی میگم دیگه. شما بزنید از قبل گوش کنید هینتو بگیرید ما ادامه میدیم. حالا میدونید خلاصه دارم چی میگم. اگه این قبلا اینجوری بودم ولی الان کمتر اونجوریم، یعنی انگاری یه چیزی توم شکل گرفته. خب مشخصه یه بوتیه که هر لباسی رو تنش نمیشینه. اگه لباسه بشینه مهم نیست که کی لباسو دوخته. چه مثالی زدم، یعنی الله اکبر. مهم نیست که کی اون لباسو دوخته. خب اگه رو بوت نشست دمت گرم، ولی اگه مثلا بهترین رفیق زندگیمم کمون کن که این اتفاق تازگی زیادم افتاده، اون لباسو دوخته باشه ولی رو اون بوت نشینه، متاسفم دیگه. گل دیگه گل. بای